جانم. سلام. اومدم کنترل برق رو. داداش خانواده تو حیاط نشسته همینجا وایسا من میگم تو یادداشت. آخه شما شاید نتونی بخونی. چی؟ شاید اشتباه بخونی. داداش تو اشتباه ننویسی من اشتباه نمیخونم. یادداشتشون 7 تریلیارد و 675 میلیون. آرومتر بخون. سرقم بخون بتونم بنویسم. سرقم نمیشه. این عدد یه عدد واحده کامله برای خودش هویت داره. سرقم بخون چه؟ سواد که داری؟ آره سواد دارم. اون تیر برق می‌بینی؟ خب. کابل اومده رو دیوار شما. اینو می‌بینی؟ خب. رفته تو کنترل. خب. بله من سواد دارم. که بفهمم داری برق مستقیم میگیری هستی. داری برق دزدی می‌کنی. اومدی دادگاه 10 میلیون جریمه شدی میفهمی. دادگاه برای چی؟ دادگاه. چرا چاپ مردم اینقدر کوچیک می‌کنی؟ چرا دست گذاشتی رو برای برق دزدی؟ حالا کل جهان من آره یه خورده دزدی شده. بعد به ما چرا میگی برق دزدی؟ عزیزم این سیم میگی تو این سیمه عزیزم بیا این باید برق داشته باشه دیگه بفرما بیا این باید برق داشته باشه الان باید برق داشته باشه دیگه یعنی من